در نماز بزرگترین اجزا، مشهورترین اجزا سه است: قیام، رکوع. همینطور است یا نه؟ همینطور است؟ خب بیا که در این معاشره مسلمانایتان سه جزء بزرگ نماز تقسیم کرده. ابن قیم رحمه الله می فرماید قیام پاچاها و قماندانا و حاکما بر خود خاص کرده، رکوع را ملا صاحبا و علما به خود خاص کرده، سجده را پیر صاحبا به خود خاص کرده. پیغمبر علیه السلام در یک موقع پایش زخمی شده بود، میده شده بود، در بالاخانه همونجا زندگی میکرد. صحابه رفت یک جماعت عیادتش، وقتی نماز شد گفت همونجا جماعت میکنیم. پیغمبر علیه السلام امام بود، صحابه پشت سرش اقتدا کردن. پیغمبر نشسته بود، صحابه ایستاد بودن، اشاره کرد. پیغمبر علیه السلام قطع دست اشاره کرد که بشینه، صحابه ششت. بعد از اینکه نماز ختم شد پیغمبر علیه السلام برای امی مردم میگه، پیغمبر علیه السلام به این مردم چی میگه؟ لا تقوموا کما تقوم الاعاجم. استاد نشوی مثل که چی میکنه؟ استاد میشه عجما. یعظم بعضهم بعضا، که بعضی از بعضی دیگران را چی میکنه؟ تعظیم میکنه. من از شما سوال میکنم که صحابه کرام برای تعظیم پیغمبر استاد بود یا برای نماز الله؟ در نیت تو در فکرشان آمده بود که ما مشابه عجم میشیم؟ خب لیکن پیغمبر برشان میگه که شما مشابهت به عجم کرده. عجما پاچهایش نشسته میباشه، پاچهای سابق اگر دیده باشه در دربارشان چی میبود؟ زنا و مردا، کسی دسته تور گرفته، کسی تور گرفته، استاده میبودند برای تعظیم کی؟ عالم با تاسف که در نظام عسکری ما امو گپا داخل شده بود. سای منصب که همینطور میامد، اینطوری میکردن نمیکردن. یا این رسومات عجم است، در دینی گپا نیست. تا حالی این گپا در رسمیات دولت شامل است. امی علما کجا بود؟ امی علمای سابقی ما که امی گپا میزدن به امی دولت خو اسلامی بود، امی گپا خو میگفتن کی کدام است؟ تا امروز به بیرق نخستی، قیام نکدی؟ ای مکتبیا، ای که در مکتب هستی، ای عسکرا، برای بیرق خستی یا نخستی؟ برای استاد خستی یا نخستی؟ استاد داخل میشه ترسی کلگی بخیزه باز بشینه. یکی خستن برای کمک است، یکی خستن برای میمان است که میمان میاد جای برش اعلام میکنی. برای استاد خستن حدیث است، صریح حدیث است. کسی که خوش داره که مردم برش متمثل شوه، برچفک استاد شوه، نعوذ بالله مقعد جای باش خدا در جهنم آماده کرده. ببینه که قیاما را مردم برای خود، امی قیام جزء عبادت است و مردم به خود خاص کرده. قماندان صاحب استاد است، برچفک مردم او طرف این طرف استاد. اگر همو تو عادی را تعقیب میکنی پروا نداره که سعی میکنه پیردار که کسی نبیه، او خود مسئله پیرداری است. یکی برچفک پیش رو اینطوری دیده خونه در رسم گذشته که تیر میشه، این در دین نیست. آلی صحابه منظورشان مشابهت نبود، صحابه حتی در ذهنشان نگشته بود، صحابه تعظیم پیغمبر را نمیکرد، لیکن امی شکل، امی کیفیت، امی وضعیت مشابهت با وضعیت و کیفیت کی بود؟ عجما بود. پیغمبر من نکرد یا نکرد؟ خیری مولای صاحبای ما، این دکتر صاحبای ما که در تلویزیون ها میگه نوروز اگر از حیثیت جشن مجوسی ها بگیریم حرام است، اگر از این حیثیت بگیریم که برف ها رفت، یخی رفت، بهار آمد، گل ها تازه شد، باز هیچ پروا گک نداره. جناب مولای صاحب، دکتر صاحب، تو حدیث های پیغمبر را بخوانی یا نمیخوانی؟ این حیثیت ها را از کجا پیدا کردی؟ این حیثیت ها را از کجا گفتی؟ مردم چرا دعوت میده به سوی نعوذ بالله جشن مجوسی ها و به سوی قبر پرستی ها؟ چرا میده؟ لحاظ مردم میکنی؟ به الله چی جواب داری؟ تو لحاظ که پیش مردم محبوب باشم، مولای متوکل کلی مردم دشنام بده، آبرویم فدای دینم، عزتم فدای دینم، کلگی دشنام بده، خب پیش الله متعال ملامت نشو، کلی مخلوق یک طرف شو. ما به خاطر مردم گپی حق نگویم که مردم برای چیز نگویم. نه، دین الله است، ما باید بیان بکنم. ما بنده الله هستم، خودم میگم یا که نعبدو، خاص تو رو عبادت میکنم یا الله، ولی که خوف از دیگه کس داشته باشم. چرا؟ قیام حکما برای خود خاص کرده، رکوع ملا صاحبا. شاگرد که وقتی در ملا صاحب نوره که سر پایین نکنه،
که دستش بوسگک نکد، خم نکد، درس برش نمیگه. خصوصا علمای افغانستان الا ماشاء الله. چی رقم بیادب شاگرد است. دستی مرا بوسه نکرد، یک قدر کلان خدا عنوان کرده. برادر تو چیستی؟ ادای مسئولیتی تا بکو. شکری الله را بکش که شاگرد برات میاد، ادای مسئولیتت میشه. اگر شاگرد نمی بود تو بعد پشت شاگرد میگشتی که حالی پیدا شوه. من پشت شما میگردم. سعی کنی چقدر به عذر سعی کنیم مردم عذر میکنیم. در کار دین چاپلوسی میکنیم، حاجی صاحبا و وکیل صاحبا را که یک چند روپیه بده. باز شما را دعوت میدیم، در موترا طلب میکنیم که اینجا بشینی. میکنیم نمیکنیم. اگر شما نباشی ما مسئولیت چطور ادا کنم؟ مجبور هستم که یک لاسپیکر را بگیرم در کوچه ها بگردم دیگه. نعتخانه واری. مسئولیت خود ادا میکنیم. خب ملا صاحب خفه میشه، عالم خفه میشه، نه این شاگرد دیگه درس نمیگم. چرا؟ دستی مرا بوسه نکرده، رکوع را یا به خود خاص کرده. او رکوع صحیح است؟ برای کسی خود خم کردن درست است؟ حدیث ابو داود است. یک صحابی سوال میکنه، گفت الرجل منا یلقا اخاه او صدیقه. یک شخص ما روبرو میشه به امرای برادری خود یا دوستی خود، اینحنی له، آیا برش انحنا بکنه؟ پیغمبر اسلام گفت لا، قال الله. پیغمبر اسلام گفت نه، انحنا نکنه، سر خم نکنی. تقبیل دست بوسه کردن از عالم، از پدر، آدمی خیلی متقی که عزتمند است، پیشش به دستش بوسه کو، درست است، به شرطی که سر خم نکنی، دست بالا با. آقا صاحب است که از مجلس قمار خیسته، مردم بیچاره ما چقدر محبت دین داره، به خاطر محبت دین آقا صاحب هم تعظیم میکنه. بچهش از قمار خیسته، این میره دستور رو چشم. و برادر این خب بچه آقا خودم میگیره، حالی از قمار خیست، چطور تو ایره دستش بوسه میکنی؟ ها؟ یادتان یک کسی درس حدیث خوانده بود، نواسایش باز با بای خود گفته بود که او بابا تو خود کلان سال آدم هستی، در دین اینطور سر قدم نامده، تو میری بچه فلان آقا را که خیلی سن خورد از تو داره دستی از او را بوسه میکنی، در دین نیست. ای دیگه دشمنی بزرگ پیدا شد. ببینه مردم حق نمیپذیره، حق نمیپذیره، گپ حقه. این رکوع بود. سجده را کی خواست کرده بری خود؟ پیر صاحبا که مرید ده پایکش نه افتاد، ده پای سری خود پیشانی خود در پایش نزد و بعد از او پسکایی اینطورام نه چی برش میگه؟ مرگی گرفته باشه شد. اینطوری کنه بره راستی تا نبگه. خودش نشسته در چوکی، دیگرا القی ذکر جور کرده، هو غراب میفته در ما بین. عبادت چی را گفت؟ کمال عاجزی را. کمال چی را؟ کمال چی را؟ یک رکن عبادت تذلل است. در اونجا تذلل است؟ در اونجا خود رسوایی است. آدمی کلان لنگی یک طرف میره، خودش چارپلا کجا میفته. عجیب نیست؟ چرا اینطور میکنه؟ آیا این عبادت است؟ عقل ما کجا رفته؟ امیال مردم پیروی همون مردم میکنه یا نمیکنه؟ همون مردم حق میگه یا نمیگه؟ چرا؟ کدام است؟ کدام دین است؟ در کدام جا است؟ در یک حدیث ثابت کنه که پیغمبر در مابین نشسته بود، صحابه در گردش رقص میکرد. چی خوانده میشه؟ عبادت چی را میگه مردم؟ ناتخوانی است، پیری ما کامل و مکمل است و پیری ما اینطور است که در یک نظر در فلان جهان میرسانه و در فلان آسمان میرسانه. اینی را گفته برو عبادت. عبادت است. از کاری پیغمبر در کل کتابای حدیث آمده. در یک ذکرش اگر شما ذکر پیدا کردیم، من میگم بیخیش صحیح است. ما دشمنی با کسی نداریم، یقینا نه درزادگی داریم. ما دشمنی با او عملی داریم که خلاف عمل پیغمبر باشه. امروز در جهان امیر رقص، امیر پایکوبی را مردم نشان میده، میگه این اسلام است. این اسلام است؟ این نمایندگی اسلام هم میکنه؟ عبادت الله چی رقم میباشه؟ خیلی خوب جناب، والا سر ما جذبه میاد. بسیار خوب. حسن بصری رحمت الله علیه را کسی آمد از پیش پرسا کرد، گفت ای حسن رحمت الله علیه، گفت اینجا یک طایفه پیدا شده در عبادت الله بسیار ناحال میشه، میفتن. گفت امتحان کنیش که یقینا ناحال میشه یا نه. گفت ببریش در سری چا یا در سری موری دیوال، ذکر شروع کنی که حالی میفته یا نمیفته. یقینا که جذبه سرش میاد یا نمیاد. این عبادت نیست، این دین نیست، یقینا دین نیست، بلکه نام دین بد کردن است.
ما در دین معیار داریم، کتاب الله و سنت رسول الله. اگر ذکر ماست، اگر دعای ماست، اگر نماز ماست، اگر تسبیحات ماست، همه گپای ما پیش میکنیم که با سند صحیح گپا ثابت است یا نه. سند صحیح. یک تعداد مردم میگه